سلام، من دکتر سینا تغییرزاده‌ام. امروز میخوایم در مورد ویروس آنفولانزا صحبت کنیم. آنفولانزا چی است؟ آنفولانزا یه عفونت ویروسیه که توسط ویروس‌های آنفولانزا تیپ آ و ب ایجاد میشه. این ویروس هر سال کمی تغییر میکنه، برای همین بدن باید دوباره باهاش آشنا بشه. تفاوت آنفولانزا با سرماخوردگی چیه؟ سرماخوردگی خیلی آروم شروع میشه، ولی آنفولانزا مثل برق گرفتگی میاد. دیروز حالت خوب بوده، امروز افتاده از پا. علائم اصلی آنفولانزا چیه؟ تب بالا، بدن درد شدید، لرز، سردرد، سرفه خوش، بیحالی، آبریزش بینی و گلودرد. در کودکان هم ممکنه تب و استفراغ هم همراهش بشه. تفاوت آنفولانزا با کرونای تیغی. کرونای تیغی که قبلا مفصل در موردش توضیح دادم. اول شباهتاشون رو بگیم. هر دو ویروسی هستن، سریع پخش میشن، تب و بدن درد میدن. و تفاوتاشون: نوع ویروسشون فرق داره. آنفولانزا ویروس آنفولانزاست و کرونا هم که ویروس کرونا. شروع علائم: آنفولانزا ناگهانیه، کرونا معمولا کندتره. شدت گلودرد: کرونای تیغی گفتیم که گلودردش بسیار شدید و سوزش داره. از دست رفتن حس بویایی و چشایی در کرونا اتفاق میفته، ولی در آنفولانزا کمتر دیده میشه. دوره بیماری کرونا یکم طولانی تره. سرایت پذیری کرونا هم بیشتره. تشخیصش چجوریه؟ تشخیص سریعشون با تست PCR، هم برای آنفولانزا هم کرونا. درمان آنفولانزا: درمان اصلی آنفولانزا استراحت، مایعات، کنترل تب، مسکن مثل استامینوفن و بروفن و برای افراد پرخطر قرص اوسلتاماویر یا کپسول اوسلتاماویر. آنتی بیوتیک هم فقط در صورتی که عفونت باکتریایی اضافه شده باشه. بهترین زمان واکسن آنفولانزا: بهترین زمانش از اول پاییز تا اواسط پاییز، چون بدن 2 هفته زمان میخواد که ایمنی بسازه و پیک آنفولانزا معمولا اواخر پاییز یا ابتدای زمستان یا اوایل بهار. اما اگه تایمش گذشته، بازم شما میتونید واکسن رو تزریق کنید و باعث میشه ایمنی بهتری داشته باشه. چه کسانی حتما باید واکسن بزنن؟ افراد بالای 65 سال، کودکان به خصوص زیر 5 سال، خانم‌های باردار، کسانی که بیماری‌های مزمن دارن، قلبی، ریوی، آسم، COPD، دیابتیا، بیماران نقص ایمنی، افراد کادر درمان و افرادی که با کودکان و سالمندان زندگی میکنن. پس اگر این روزا با تب بالا و بدن درد عجیب افتادی، خیلی احتمال داره آنفولانزا باشه. و اگه گلودردت خیلی شدید بود، شاید هم کرونا باشه. من دکتر سینا تغییرزاده‌ام. تو این صفحه بیماری ها رو ساده و قابل فهم توضیح میدم. دنبال کنید تا کنار هم آگاه‌تر زندگی کنید.